فکر میکنه که چه اتفاقی ممکنه بیفته اگه نصف شب وارد بیمارستان متروکه بشین و اونجا وایستین. خیلی خوب، داخل همین ویدیو اولی که قراره بذارم متوجه میشین. رفقا سلام، به یه ویدیو ترسناک خوش اومدین. امروز سعی کردم یه سری ویدیوهای ترسناک جدید بیارم، یعنی دیگه نیام ویدیو 5 سال قبل 10 سال قبل رو برای شما بذارم. حداقل در نظر گرفتم که تازه باشن اکثرا. امیدوارم که از ویدیو لذت ببرین. همین الانم این چراغی که اینجا میذاشتم خراب شد، ترکید. خوب شد خودمو برق نگرفت، اشکال نداره، فدا سرتون. 20 روز دیگه درآمد ماه اولم میاد، یکی بهترشو میخرم. اگه اومدین بریم سراغ ویدیو اول. خیلی خوب بچه‌ها، این ویدیو رو اول توضیح دادم. این آقا وارد یه بیمارستان متروکه میشه و سعی میکنه که از اونجا فیلم بگیره. بعدش ببینید چه بلایی سرش میاد. اول دور و ور رو یه چک میکنه تا مطمئن بشه دزدی، چیزی نیست که بهش آسیب بزنه. یه بار دیگه ببینید. پرده خود به خود شروع کرد به حرکت کردن و باز شدن. این یکی از واقعی ترین صحنه‌هایی بود که خودم به چشم دیدم. اینجا صحنه با نور بیشتر گذاشتم که اونایی که متوجه نشدن دیگه کامل متوجه بشن. بعد این اتفاق حسابی میترسه و سری میره اون پشت رو چک کنه ببینه کسی نباشه که سر به سرش بذاره. هرچند هر کی بود فرار میکرد. باید خیلی شجاع باشه که اومده یه همچین جایی. دیگه ویدیو هم از اینجا به بعدش تموم میشه و هیچکی نمیفهمه که کی این پرده رو کشیده. بچه با نگاه اول شما فکر میکنید که یه تصویر دوربین مداربسته توی یه شبه و اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. منم همون اول فکر کردم که سرکاری و اتفاقی قرار نیست بیفته. چند ثانیه که از ویدیو میگذره یک چیز خیلی وحشتناک توی دوربین ظاهر میشه که بعداً توضیح میدم چیه. اینجاها دیگه فکر کردم سرکاریه. منتظر موندم اتفاقی نیفتاد. ولی اینجا همونطور که خودتون دیدین معلوم نیست از کجا دو تا شکل عجیب غریب ظاهر شدن و به سمت راست حرکت کردن و غیب شدن. ولی یه نکته عجیب وجود داره. این عجیب است خود این شکلا که دارن رد میشن، ولی اگه دقت کنید یکی از این شکلا که پشت تر وایستاده کاملا مثل یه خانومه که انگار دامنشو نگه داشته و داره میدوه. حتی موهاشم بسته، اونم مشخصه. دقت کنید اینجا رو. یه بار دیگه بذارم. نگاه کنید. دامنشو با دستش نگه داشته، اینجاش هم موهاش الان معلوم میشه. نگاه کنید. خب بچه اگه یه تصویر خالی بود، مثلا مثل این یه شکلی بود، میگفتیم مشکلی توی دوربینه، ولی کاملا یه آدم رو میتونیم ببینیم. خیلی داخل کامنت های این ویدیو چیزای مختلفی گفته بودن. بعضی گفته بودن دو تا روحن که از دنیای خودشون اومدن به دنیای انسان ها. بعضی هم گفتن شاید مشکلی توی دوربین باشه و این خطای دید باشه که ما رو مجبور کنه یه همچین شکلی ببینیم. به هر حال اگه دو صورت رو در نظر بگیریم هر جور حساب کنی وحشتناکه. من هیچ وقت نمیخوام که توی دوربین مداربستم یه همچین تصویری ضبط بشه. رفقا چند وقت پیش من یه ویدیو آماده کرده بودم. توی این ویدیو از آقای صحبت میکردم که احساس میکرد خونش تسخیر شده، ولی داخل ویدیو چیز عجیب غریبی دیده نمیشد. به جز صداهای کوبیده شدن و کشیده شدن ظرف و ظروف و اینا هیچ کدوم جلوی دوربین اتفاق نمیافتاد، فقط صداش بود. خب خیلی‌ها گفتن که این آقا داره این کارو میکنه تا معروف بشه. در واقع هیچ اتفاقی نیفتاده. این آقا رو جوگیر شده واسه خودش ویدیو میگیره. ولی به تازگی یه ویدیو از این آقا معروف شده که توش کاملا اون اتفاقاتی که تو خونش میفته رو ضبط کرده که گفتم خیلی برام جالبه، واسه شما هم خیلی جالب میشه. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. این یه ویدیو از قدیمش بود
که نشون داد عروسکاش و اینا که اینا صدا میدن. See, I'm telling you, I keep hearing weird shit. این آقا با دخترش تنها زندگی میکنه تا جایی که میدونم. میبینید که اسباب بازی ماشین دختر بچهش خود به خود داره حرکت میکنه. اینو بچه میشه گفت مثلا نخی چیزیه خب، ولی بعدش توپو دقت کنید. ببینید آروم آروم میره عقب، بعد برمیگرده توپه. حتی عروسکش هم میفته. حواستون اینجا باشه، این عروسک خرس صورتی رنگ. مثل اینکه این آقا واقعا داره راست میگه، یه سری اتفاقا داره توی خونش میفته. بعدش دیگه این ماشین ادامه پیدا میکنه، هی آروم آروم حرکت میکنه. اون توپ هم اونجا انگار یکی داره باش بازی میکنه. من نمیدونم که چی باعث میشه یه همچین اتفاقی داخل یه خونه بیفته. یه پدر و بچه‌ش دیگه دارن با هم زندگی میکنن، واقعا نمیفهمم. حالا به نظرتون این اتفاقا میتونه مربوط به دنیای ماورا باشه یا نه این آقا برای معروفیت داره این کار رو میکنه؟ من اول این ویدیو رو که دیدم فکر کردم این آقا داره با حیوان خونگیش صحبت میکنه، میگه نمیدونم ظرفو بنداز زمین، برو اونور بیا اینور، یه سری چیزا داشت میگفت. حالا من دست و پا شکسته انگلیسی میدونم، فهمیدم چی داره میگه. بعدش که ویدیو رو نگاه کردم متوجه شدم که آقا این اصلا حیوان خونگیش روحه، جن این حیوان خونگیش. حالا با هم دیگه ویدیو رو ببینیم، شاید من بگم گیج کننده به نظر بیاد. میگه یه کاری بکن. میگه بدو تو میتونی انجامش بدی. دیدین چی شد؟ سمت چپ سفر رو دقت کنید، اون ظرف خود به خود داره حرکت میکنه. بعد باشه، حالا در نظر میگیریم که این نخه. بذاریم من توضیح بدم تا منطقی تر به نظر بیاد. بگیریم باشه یکی با نخ وایستاده و اینو داره میکشه. خب جهتی که این داره میره نخه باید این ور وصل شده باشه. من با موس دارم نشون میدم دیگه. یکی باید اونجا وایسته اینو بکشه، ولی کسی اونجا نیست، همش توی کادر دوربین هست. چجوری همچین چیزی ممکنه؟ اینجا هی بیشتر این آقا میگه یه کارهای بیشتری بکن. نمیدونم چرا اینقدر راحته با یه همچین چیزی این آقا. احتمالاً اتفاقات زیادی قبل این افتاد و این آقا عادی شده براش. میگه در کابینت رو وا کن. بچه ویدیو پایان میابه بدون اینکه اتفاق دیگه ای بیفته، ولی همین یه دونه اتفاق واقعا برای من جالب بود، چون همه چی تو کادر دوربین بود، یکم به واقعیت نزدیکه. یادتونه بچه‌ها یکی دو هفته پیش یه ویدیو ساختم و توش یه کلیپ گذاشتم که یه سری شیء عجیب غریب داخل آسمون پرواز میکردن. بعد ارتقای تصویر متوجه شدن که 3 تا پرنده نورانی هستن که دارن میرن. تمام این تصاویرم توی ایالت آریزونا گرفته شده و این ویدیویی که بعدا میخوام بهتون نشون بدم ادامه همین ویدیوئه که یکی دیگه توی یه جای دیگه ایالت آریزونا تونسته بگیره و اونجا از زاویه دیگه میتونیم این شیء پرنده رو ببینیم. این همون ویدیویی بود که گذاشتم، گفتم یه بار دیگه برای یادآوری بذارم. اینها
دیگه کامل متوجه میشین دیگه قضیه رو. یه دقیقه اندازه ها رو دقت کنید. این اندازه به نظر نمیاد که یه پرنده کوچیک باشه. توی این ویدیو دیدیم که پرنده بودن، 3 تا داشتن پرواز میکردن، ولی خب خیلی بزرگن. یعنی باید اندازه اژدها باشه این پرنده تا اینجوری بزرگ دیده بشه توی شهر. هرچند بچه‌ها بعضیا تشخیص دادن که این 3 تا شی اصلا پرواز نمی‌کردن، اصلا حرکت نمی‌کردن، فقط روی آسمون ثابت وایستاده بودن، که خب خیلی شکشون به این میره که شاید اون دور و ورا یه دکلی بوده باشه که این نور از اون میاد. من بچه یه مقدار پیگیر میشم. اگه ویدیوی بیشتری از این صحنه و از این موقعیت بود حتما براتون داخل ویدیوهای بعد میذارم. این ویدیو توی تیک تاک آپلود شده. شخصی که این ویدیو رو گذاشته ادعا میکنه که یک موجود فرازمینی داخل ویدیو دیده شده. حالا بچه من نمیدونم که واقعا یه موجود فضایی هست یا نیست. نکته جالبش چیه؟ نکته جالبش اینه که این تصویرم توی ایالت آریزونا گرفته شده. یعنی واقعا تو این ایالت آریزونا توی آمریکا چه خبره که این همه تصاویر از موجودات فرازمینی توی اینترنت پخش میشه؟ بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم. زیاد نمیخوام معطلتون کنم. نگاه کنید، یه چیزی آروم آروم میاد پرواز میکنه و میاد سمت این چراغی که توی خیابون نصب شده. بعدش هم تغییر جهت میده و میره به سمت آسمون. خب با بار اول دیدن شاید فکر کنید که آقا این یه پرنده‌ای، یه چیزی هست دیگه، یه چیز طبیعیه. ولی این دومین بار دیده میشه 10 دقیقه بعد این فیلم. اونجا به غیر عادی بودنش پی میبرید. نگاه کنید، اینجا دیگه کامل نور میده. این دفعه مثل یه نور میاد به سمت زمین و غیب میشه. دیگه بچه تصمیم این که این چه موجودیه با شماست. خیلی ها میگن چون دوربین نمیتونه تاریک و روشن رو با هم مطابقت بده، یه جورایی خیلی تاریک رو میاد خیلی روشن میکنه. یه سری اتفاقاتی توی دوربین پیش میاد که اینجوری میشه. حالا من خیلی تخصص ندارم توی کارایی دوربین ها، ولی خب اکثرا میگن که یه همچین چیزیه. بعضی هم که میگن واقعا یه موجود فرازمینی و عجیب غریبه. خیلی خوب بچه‌ها، ویدیو تموم شد. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین و با من همراه بودین. امیدوارم به هر چیزی که دوست دارین برسیم. 2 تا ویدیو پیشنهاد میشه، هر کدوم رو دوست دارین میتونین بریم ببینین. تا یه ویدیو دیگه، یه ویدیو ترسناک دیگه، خدا به همراهتون باشه. فعلا.